افسانه جمونگ، سونگیلگوک، هان هجین، کیم سونسو، جون گوانگ یول، اویون سو، هو جون هو، کیم بیونگی، ایجی یونگ، کیون میری، جین هی کیونگ. قسمت اول. صد و 8 سال قبل از میلاد حکومت گوچوسون به عنوان یک امپراتوری بزرگ در کره حضور داشت که به مدت 2100 سال در این شبه جزیره حکومت کرده بود. حکومت گوچوسون طی 1 سال جنگ طولانی علیه سلسله چینی هان که ارتش آنها مجهز به تجهیزات آهنی قوی‌تری بودند منقرض شد. پس از جنگ سلسله هان در سرزمین پهناور گوچوسون حکومت‌های لگان، جیتفان، لینتان و هیونتو را به وجود آورد. آوارگان و مهاجرین گوچوسون در همه جا پراکنده شده بودند. برای مقابله با آزار و اذیت ارتش کشور هان، گروه‌های مخالف ارتش هان شکل گرفت و این گروه‌ها باعث وحشت ارتش هان شده و با آنها به مقابله پرداختند و هموسو در مرکز این مقاومت بود. قلعه نظامی هیونتو. تو بزرگترین جنگجو هستی. تمام جنگجوانی که با تو در این نبرد انتخاب شدن این توفیق رو خواهند داشت که امپراتور بزرگ رو ملاقات کنن. شمشیر آهنین امپراتوری رو بیارین. اطاعت. صاحب شمشیر آهنین همین الان رسید. خیلی دیر اومدی، مبارزه تموم شده. برو پیکارت. اگه نذارین مبارزه کنم پشیمون میشین. اون سرشو تو این نبرد از دست خواهد داد. اجازه بدیم مبارزه کن.
شروع کنید. مراقب باشید، از اینجا بریم. این یه توته است. قربان دشمن به قصر حمله کرد. چی؟ زود باشین، حرکت کنید. بریم به طرف قصر. عجله کنید. بیاین بیرون. زود باشید. بیاین بیرون. زود باشید. توتا. عجله کنید.
زخم تمیقه. سمی بود. سری باید برگردی به قصر. نه، تو انجامش بده. آخه من که پادزهر ندارم. شاهزاده گوما رو ببریم به قصر. نه، اگه عجله نکنین من دستم از دست میدم. اگه دست تو از دست بدی، دست من تا ابد در اختیار تو خواهد بود. میریم به سمت کوهستان. صدها نفر که از قصر هیونتو فرار کرده بودند 4 روز پیش به رودخانه هیبا رسیدند. این کار هموسو بود، درسته؟ بله درسته. مهاجرینی که توسط هموسو فرار کردند بیشتر از 10,000 نفرند. اما این بار وقتی که مهاجرین رو نجات میداد یکی از مقامات کشور هان هم کشته شد. میدونم لازم نیست نگران این موضوع باشی. هر کاری میتونی برای مهاجرین انجام بده. هر چقدر مهاجرین ساکن در بویو بیشتر بشن خودشون یک نیروی قوی برای رشد بویو خواهند شد. همه اینها لطف امپراتور بزرگه. هنوز خیلی زوده که قضاوت کنیم. اونا نیروهای ما خواهند شد. من همین الان از مأموریتم به پایتخت برگشتم. در این مدت امپراتور سلامت بودن؟ وزیر اعظم. خب سردار. بله قربان. ما نباید برای اسکان دادن مهاجرین در حاشیه رودخانه هیبا هیچ کمکی بهشون بکنیم. یعنی شما میگید من از فرمان امپراتور سرپیچی کنم؟ بهتون میگم چیکار باید بکنیم. سوار نظام آهنین ارتش هان از ریادونگ عبور کردن و دارن به قلعه هیونتون نزدیک میشن. این به این معنیه که اونا دیگه اجازه نخواهند داد هیچ مهاجری از کشور هیونتو خارج بشه. خب حالا با مسئله اسکان اونا چی کار باید بکنیم؟ اون عده از مهاجرینی که قبلا اجازه اقامت گرفتن و جدا کردنشون هم کار سختی مشکلی ایجاد نخواهند کرد. اما مهاجرینی که اخیراً در حاشیه رودخانه هیبا ساکن شدن برای ما مشکل جدی خواهند بود. اما مسئله مهمتر اینه که مأموری که اونجا کشته شده مورد توجه خاص امپراتور بوده. به خاطر همینه که میگم نباید به اون مهاجرین کمک کنیم. خب سربازان ما مجهز به سلاح آهنین هستن. نظرت در مورد جنگ با ارتش هان چیه؟ قربان، سلاح و تجهیزات سربازان ما عمدتاً از آهن ناخالص درست شده، ولی سلاح ارتش هان از فولاد خالص ساخته شده. اعلی حضرت، ندیمه ای از قصر مقدس اجازه ورود میخواد. چی شده؟ بانوی بزرگ تقاضای ملاقات فوری با شما رو در قصرشون دارن. پدر، در خدمتگزاری حاضرم. چی شد که این بار سفرت اینقدر کوتاه شد؟ مقداری کسالت داشتم، به همین خاطر زودتر اومدم. چطور ممکنه شاهزاده یک کشور اینقدر ضعیف و مریض احوال باشه؟ تو هم اسم خودتو گذاشتی مرد؟ سرورم، بانوی بزرگ منتظر ما هستن. شما همراه ما به قصر بانوی بزرگ نمیایین؟
من نه، استراحت میکنم. چند روزه که من از روی نشانه های خورشید و ماه و ستاره ها متوجه شدم اتفاقات عجیبی میخواد بیفته. اتفاقات خیلی ها شر. اگه میشه در مورد اون اتفاقاتی مقدار برای ما توضیح بدیم. یه پرنده دیدم با 3 تا پا که داخل خورشید بویا ظاهر شد، بعدش هم از بین رفت. یه پرنده با 3 تا پا؟ بله قربان. پرنده که 2 تا پا داشته باشه مشخصه که شما و شاهزاده هستید که برای حفظ بویا تلاش میکنید. پای سوم نمیدونم چه نقشی داره. یعنی کسی هست که میخواد بویا رو تقسیم کنه؟ من نمیدونم این پا برای قوی تر کردن کشورمونه یا تقسیم کردن اون. توضیحش خیلی سخته. این راهیه که ارتش برای ورود به هیونتون استفاده میکنه. چند نفر میشن؟ 80 نفر، شاید هم 100 نفر. محلی که ما بهشون حمله میکنیم محل بارگیری کشتی هاشونه. اونا سربازاشون رو به 2 گروه تقسیم میکنن. سربازهایی که توی کشتی هستن و نیروهایی که توی باراندازن. اگه مهاجرین اونجا کمکمون کنن از پسشون برمیاییم. ما به اندازه کافی اسلحه داریم؟ نه قربان، ولی شاهزاده گوما قول دادن بیشتر از 30 تا شمشیر برای ما بفرستن. مواظب شمشیرهای دشمن باشین. همه اونا سمیه. بله قربان. ژنرال، سران تمام قبایل در حال جمع شدن در قبیله هیونتو هستند. علاوه بر بویو، اوکچیو، هانگین، بیون، قاما، گودا، گلسا و همینطور سران قبیله هابک هم هستند. اونا میخوان کاری کنن که این قبایل از ما حمایت نکنن. میدونم چه قصدی دارن. چیزین؟ بله قربان. با افرادت برو به قلعه هیونتون و خبر بیار. بله قربان. قصد رفتن به هیونتو رو دارید؟ بله پسرم، دولت هیونتو خواسته تمام سران قبایل اونجا دور هم جمع بشن. اجازه بدین من برم، شما لطفاً بمونید. اگر حاکم هیونتو در مورد عدم حضور پدرتون فکر منفی بکنه، امکان داره تو خطر بزرگی بیفتیم. تا یه سردار جنگجو نترسی، چطور همچین حرفی رو میزنی؟ نباید به راحتی به فراخوان یه حاکم تو خالی پاسخ مثبت بدید. بویا اقتدار خودش رو از دست میده. من به جای شما میرم. اعلی حضرت، منم فکر میکنم صحبتهای شاهزاده درست باشه. باشه تو برو. اون کی بود؟ خانم یوها بودن، دختر حاکم هابک. بیار پایین. گموا یانگ جو. چند ساله که ندیدمت؟ بیشتر از 10 ساله. چه اتفاقی افتاده؟ این دیگه چه لباسیه؟ من یکی از افراد گارد سلطنتی شدم. الانم دارم میرم دیدن حاکم هیونتو. بقیه صحبت باشه برای بعد.
هی این همون یانگ جونگ شاهزاده کشور گمانی است؟ درسته. با هم همبازی بودیم، اما وقتی کشورش مورد هجوم قرار گرفت اونم به گروگان گرفته شد. تبدیل شدن از یک گروگان به گارد سلطنتی پیشرفت بزرگیه، اما باید دید چطور پیشرفت کرده. این شمشیریه که امپراتور به من دادن تا هر کسی رو که به هموسا کمک کنه یا اون رو مخفی بکنه بکشم و هر کسی هم که مهاجرین کشور هیونتو رو بپذیره به وسیله این شمشیر کشته خواهد شد. هیچ کس نباید به اون مهاجرین کمک کنه، هیچ کس. اما اگر هموسا رو بکشید یا دستگیر کنید مورد لطف قرار میگیره. ما آماده ایم. امر بفرمایید. خب شروع کنین. بله قربان. شروع کنید. این سوار نظام آهنینیه که با هدایت ارتش حکومت گوچوسون رو نابود کرد. اینا مهاجرین گوچوسون هستند که موقع فرار دستگیر شدن. اگر هر کدوم از شما حتی یکی از این سوار نظام آهنین رو به زمین بندازه قول میدم همتون رو آزاد کنم. همشون رو بکشینشون.
شما باید صبور باشید. این جنایت رو تمومش کنی. این کار چه معنی داره؟ همین حالا تمومش کنین. دهانتو ببند. این کار به فرمان امپراتور انجام میشه. تو میخوای از فرمان امپراتور سرپیچی کنی؟ امپراتور چطور میتونن فرمان بدن همچین رفتاری با این مردم بدون سلاح داشته باشین؟ چطور میتونن بعد از همچین رفتار وحشیانه‌ای به خودشون بگن امپراتور؟ ای گستاخ، چطور جرأت میکنی به امپراتور ما توهین کنی؟ فکر میکنی کی هستی؟ سربازها، این دختر گستاخ رو دستگیر کنید. دستگیرش کنید. تو سوار نظام آهنین رو به اینجا آوردی؟ خود امپراتور مستقیما به من فرمان دادن هموسا رو دستگیر کنم. هموسا قهرمان مردم آواره است. اون امید مردم پردرد و رنجه. برات اهمیتی نداره که بیای و همچین مردی رو دستگیر کنی؟ بهتره آروم باشی. اگه هموسا رو دستگیر کنم با قدرتی که دارم خطری برای بویو پیش نخواهد اومد. اتفاقا برعکس، برای تو که در آینده حاکم بویو میشی کمک بزرگی خواهد بود تا کشورتو اداره کنی. گوموا، من اینطوری کمکت میکنم. من به همچین کمکی نیاز ندارم. من نمیخوام سگ کشور هان بشم. ولی الان یه درخواستی ازت دارم. دختر حاکم هابک خانم یوها رو آزاد کن. در باز کن. یوها بیا بیرون. چون شما به امپراتور توهین کردید باید مجازات می شدین. اما به درخواست یک دوست عزیز و قدیمی شاهزاده کشور بویو، شاهزاده گوموا آزاد میشین. اما بهتره دیگه همچین رفتاری نداشته باشین. آزادش کنید. بله قربان. باز کن. ببندش. من شنیدم که شما به هم کمک کردین. ازتون ممنونم. من خیلی شرمندم که مجبور به سکوت شدم در برابر اون اعمال وحشیانه. خب امکان داره سرباز هیونتو بیان و دنبال شما بگردن. اگه اجازه بدین تا مرز هابک همراهیتون میکنم. نه ممنونم. محافظینم هستن. نمیخواد نگران من باشین. خورد به هدف. ژنرال،
زودتر بگو بدونم چرا حاکم هیونتو سران قبایل رو جمع کرده بود. چطوری بگم؟ منتظرم بشنوم. سوار نظام آهنین کشور هان جلوی چشمای سران قبایل مهاجرین بدون سلاح چوسان رو قتل عام کردن. حاکم هیونتو با استفاده از سوار نظام آهنین سران قبایل رو تهدید کرده که چنانچه در دستگیری شما همکاری نکنن به دستور امپراتور همشون رو میکشه. به همین خاطر هبورو پادشاه بویو قصد داره مهاجرین رو که قبلا بهشون اجازه اسکان در حاشیه گرودخانه هیبا داده شده بود از اونجا بیرون کنه. حالا ما باید چیکار کنیم؟ پاکستان ماسان. بله قربان. با شاهزاده گما تماس بگیرین و بهش بگین هرچه سریعتر شمشیرهای بویو رو برای ما بفرسته. بله قربان. به محض دریافت شمشیرها به سمت اونا حرکت خواهیم کرد. پس همه مجهز به سلاح بشن. بله قربان. اطاعت. شاید هم این کار برای ما نتیجه خوبی داشته باشه. منظور چیه که برای ما خوب باشه؟ ایجاد ناآرامی بین مردم بعد از اینکه ما مهاجرین رو از حاشیه رودخانه بیرون کردیم چطور میتونه برای ما نتیجه خوبی داشته باشه؟ پیشگویی بانو یومی در مورد پرنده‌ای با سپاه ناخوشاینده. ولی گفت که نمیتونه مطمئن باشه اون خوشیمنه یا بدیمنه. پرنده‌ای که 3 تا پا داره در نظر بانو یومیل به معنی ظهور یک قهرمان جدیده. فکر میکنید چه کسی الان در نظر مردم یک قهرمانه؟ هموسو؟ کاملا درسته. هموسو الان تنها کسیه که به فکر نجات مهاجرینه و اگه اون یه کشور جدید رو ایجاد کنه همه مهاجرینی که در کشور بویو اسکان داده شدن به دنبال اون خواهند رفت. اگه اونم چه آدم جاه طلبی بود میتونست از همون اول همه اونا رو به سمت خودش ببره. چرا شما باید خودتون رو به جای هموسو بذارین؟ میتونستین به جنگیدن ادامه بدین در حالی که چنین مسئولیت سنگینی به دوش دارید؟ منظورت اینه که من به هر سازی که هموسو زده رقصیدم؟ هموسو رویای حاکم شدن و در سر داره. چی میگی؟ به هر حال اون هر چی که باشه به خاطر آینده کشور بویو ما باید هموسو رو از سر راه برداریم. قربان چی شده؟ یه جاسوس بود، ما دستگیرش کنیم. همه جا رو خوب بگردیم. اطاعت. بریم. چه خبر شده؟ یه آدم مشکوک تو قصره. لطفاً برید داخل. جاسوس. اعلی حضرت چطوره؟ سالم هستم. اینجا که امنه. میتونیم بریم. بریم. اطاعت.
چه اتفاقی افتاده؟ به خاطر سر و صدا تسو هم از خواب پرید. یه آدم مشکوک دیده شده. برگردید به اتاقتون. به نظرم تسو خیلی ترسیده باشه. میتونین یکم آرومش کنین؟ کاری دارم که باید انجام بدم. برین تو اتاقتون. CaspianWave.com. کاری داشتی؟ به هموسو بگو حملشو به تأخیر بندازه و برای مدتی خودشو مخفی کنه. دوباره باش تماس میگیرم. چشم قربان. نزدیک بود شما را به قتل برسونم. خیلی باید مراقب باشید. از کجا فهمیدی؟ حدس زدم باید شما باشید. بعد از دیدن قاچاق شمشیرها و نیزه ها به خارج از قصر فهمیدنش سخت نبود. اگه این رو از جایی درس کنه مطمئن باش کشته میشی. منو از مرگی که همیشه در کمینه نترسونید. اینطوری کشور بویا و اعلی حضرت همه با هم خواهیم مرد. شما با این کار کشور بویا رو هم قربانی میکنید. دوباره تکرار کن. من و هموسو دوستای صمیمی هستیم. به فعالیت‌های اون کمک میکنم. اعلی حضرت تو تصمیم گرفتی کشور بویا رو نابود کنی. چطور جرأت کردی؟ شما که میدونید هموسو و گروه دامال از نژاد شینداسو هستن. ما باید در کنار هموسو بجنگیم. اگه این کارو نکنیم به زودی همه ما برده های کشور هان خواهیم شد. موقعی که من این کشور رو پایه‌گذاری میکردم میخواستم تا آخر اون با افتخار زندگی کنم، ولی جنگ با کشور هان ما رو مثل چوس و نابود خواهد کرد. این اتفاق نمیفته پدر. در کشور هان شاهزاده یوجو در حالی به قدرت رسیده که هرج و مرج و شورش همه جا رو فرا گرفته. اونا در حال حاضر اونقدر نیروهای کمکی ندارن که بفرستن. پدر نمیخواد اینقدر نگران باشید. حتی اگه حرفایی هم که الان گفتین صحیح باشه، چطور 30,000 سرباز تازه نفس در لیا اودونگو شکست میدید؟ شما خودتون قدرت سوار نظام آهنینه اونا رو دیدین. اونا وحشیایی هستن که به فولاد مجهز شدن. برای همین تمام قبایل باید متحد شن و فقط هموسو میتونه اونا رو هدایت کنه. اگه اون شمشیرشو علیه ما برگردونه بعد از این که همه نیروهاشو جمع کرد، اون وقت میخوام ببینم تو چی کار میکنی. مطلقاً چنین اتفاقی نمیفته. من به خاطر اون حاضرم حتی جونمو فدا کنم. تو حاضری جون تو به خاطرش فدا کنی؟ هموسو با تو چی کار کرده؟ اون چطور میتونه از زندگی یک شاهزاده بویا مهمتر باشه؟ نه به عنوان شاهزاده، بلکه به عنوان یک دوست و رفیق من به راه هموسو اعتقاد دارم پدر. حتی تا جایی که حاضری جونت هم براش بدی؟ بله. اگه قرار باشه بین بویو و اون یکی انتخاب کنی، کدوم انتخاب میکنی؟ اون وقت
مطمئن باشین خواهم مرد. اعلی حضرت. من میخوام این هموسو رو ببینم. ارتشهان 4 کیلومتر از اینجا فاصله داره قربان. اونا چند نفرن؟ حدود 50 نفر. کمتر از اونی که فکر میکردیم. خیلی خوب شد. سربازها رو به 2 قسمت تقسیم کن تا وقتی قایقا برسن به ساحل منتظر باشین. بعد از اینکه ما حمله کردیم اون موقع شما هم به ما ملحق بشین. اطاعت. تا زمانی که ارتش هیونتو برسه به افراد بگو استراحت کنن. اطاعت. ژنرال هموسو کجا هستن؟ به مأموریت رفتن. مأموریت؟
عقب نشینی کنید! عقب نشینی کنید! پایین رودخونه رو هم گشتی؟ بله. نتونستیم پیداش کنیم. اون نمرده. امکان نداره مرده باشه. دوباره اونجا رو بگردین. به 2 قسمت تقسیم بشین و تمام دهکده و قبایل رو بگردین. سوار نظام آهنین تا جسدش رو پیدا نکنن دست از جستجو بر نمیدارن. به چی دارین اینقدر عمیق فکر میکنی؟ فهمیدم تو فکر اون شاهزاده‌ای هستین که شما را نجات داد، درسته؟ بهتر از فکرش بیاین بیرون. اون قبلا ازدواج کرده و تازه یه پسرم داره. هر چقدرم که ازش خوشتون اومده باشه شما که نمیخواین همسر دوم اون بشین، میخواین؟ کی گفته من ازش خوشم میاد؟ مگه من تازه ندیمه شما شدم که نفهمم؟ فقط کافیه برق توی چشمای شما رو ببینم. اینجور که من شنیدم شاهزاده گوما خیلی مرد خوش قیافه‌ایه. مگه نمیگم بس کن؟ یه جسد اون یه جسد بانوی من جلو نری. خب باید بریم ببینیم زنده است یا نه. من میترسم. پس چرا وایسادی؟ بیا کمک کن. بهش بگید که من نمیرم. اگه شما گوش نکنین اون گفته که شخصا میاد اینجا. حالا که اینجوری شد برو بهش بگو من ترجیح میدم بمیرم ولی زن اون نشم. ولی آخه من دخترم پدر
این دارو برای چیه؟ چی شد دخترم؟ مثل اینکه حالت زیاد خوب نیست. وقتی به ازدواج فکر میکنم سرم گیج میره و زانوهام شل میشه. دارو هم خوردم ولی خوب نشد. پدر، یعنی واقعا باید اینجوری بمیرم؟ چی شد؟ تو فکر میکنی من گول این دروغاتو میخورم؟ تو خودتو زدی به مریضی. خواهرتو ببین، تازه ازدواج کرده، خیلی هم خوشبخته. تو چرا اینقدر لجبازی؟ 100 تا گونی نمک برای قبیله ما آذوقه 1 سالمونه. در حال با داماد قرار گذاشتم تا 10 روز دیگه اینجا باشه. اگه تو این 10 روز برنگردی دیگه دختر من نیستی. بریم. کارتون عالی بود. ای وای دارو. وای چرا؟ قربان؟ توی این جعبه ها چیه؟ قربان، اینها 100 از پوست سموره که از یانگ مک میبرن به آنجی. راه طولانیه. کرایه حملش چطوری پرداخت میکنن؟ قرارمون اینه که 20 سکه در مقصد دریافت کنیم. خب آقای هانگ، امر بفرمایید قربان. 20 سکه رو ازشون نگیرید. به جای سکه ازشون نمک بگیرید. در ضمن از این به بعد تا موقعی که من نگفتم کرایه حمل فقط نمک بگیرید. ولی مگه قرار نیست داماد آینده شما بعد از ازدواج با خودش نمک بیاره؟ کاری به این کارا نداشته باش. همین که گفتم. بله قربان، اطاعت. شما میخواید که به خواسته دخترتون عمل کنید؟ 2 تا از دختران به خواسته من ازدواج کردن، ولی میخوام یوها به خواسته خودش ازدواج کنه. پس چرا خلاف این صحبت رو باش کردید؟ اگه قرار بود این اتفاق به راحتی بیفته که دیگه لطفی نداشت. اگه اونی که اومدی بود خواستگاریم شبیه همین مرد بود شکایتی نداشتم، ولی اون خیلی زشت. راستی وقتی این مرد به هوش اومد به پدرتون بگین این کسیه که میخواین باهاش ازدواج کنین. شاهزاده گوما که قبلا ازدواج کرده و نمیتونه با شما ازدواج کنه، ولی این مرد میتونه. منم تو همین فکر بودم، پس اینو بگیر و صدا در نیاد. ممنونم. با اینکه نمیدونم کی هستید، اما از اینکه منو نجات دادید ممنونم. اینجا کجاست؟ زنده است. میبینی واقعا زنده است. چی میگین؟ مگه نشنیدین اون پرسید اینجا کجاست؟ آها، اینجا دهکده هابکه. شما 3 روز بیهوش بودین، من شما رو نجات دادم. خیلی جالبه، خدا رو شکر. اون به هوش اومد نجات پیدا کرد. البته منم کمک کردم. حالا چطوری این اتفاق افتاد؟ درست اینجا بود که من شما رو پیدا کردم. این رودخونه رو که بالا بریم به کجا میرسیم؟ خب معلومه بالای رودخونه. رودخونه دیگه به این رودخونه وصل نمیشه؟ رودخونه بریوسو به اواسط این رودخونه متصل میشه که اونم از رودخونه دونگا سرچشمه میگیره. و اگه همینطور رودخونه دونگا رو ادامه بدیم میرسیم. آره خودشه. یعنی شما از رودخونه دونگا تا اینجا شناور بودی؟
فکر میکنم همینطوره. خیلی عجیبه، این همه راه اومدین و زنده موندین؟ ببخشید نباید این حرف رو میزدم. اسم شما یوهاست درسته؟ بله. درخواستی داشتم. میتونم از شما یه اسب قرض بگیرم؟ چی؟ یعنی همین الان میخواین بری؟ بله. این امکان نداره. برای من پولشو بهتون میدم، کمکم کنید. بهتون نمیاد بتونین پولشو پرداخت کنی. تازه هنوز اسمتونم به کسی که نجاتتون داده نگفتین. دونستن اسم من فایده‌ای برای شما نداره. من اسم شما و محل زندگیتون رو میدونم. مطمئن باشین برمیگردم. نمیتونم اعتماد کنم. اگه میخواین پولشو بدین همین الان بدین و برین. اما چیزی که الان بتونم تقدیمتون کنم ندارم. یه پیشنهاد میدم. یعنی شما از من میخواید که به پدرتون بگم قراره با شما ازدواج کنم؟ بله. ولی من هیچی ندارم که به عنوان هدیه به شما بدم و فرصتی هم ندارم که به جاش براتون کار کنم. این سیا طول نمیکشه. فقط کافیه به پدرم بگین تا 15 روز دیگه 150 کیسه نمک با خودتون میارین و بعدم ازدواج میکنین. بعدش کسی که ازم خواستگاری کرده بود میره پی کارش و شما میتونید برید. بعدش چی؟ بعد از اون من حقیقت ماجرا رو به پدرم میگم. مطمئنم اون دیگه مجبورم نمیکنه با اون مرد ازدواج کنم. با خشم پدرتون چی کار میکنی؟ بهتر از یه عمر زندگی با اون مرد زشته. شما نباید از روی ظاهر افراد در موردشون قضاوت کنید. اون نه تنها ظاهرش خوب نیست بلکه میخواد با 100 تا کیسه نمک نظر پدرم رو به خودش جلب کنه. حالا اگه هموسو بود من اصلا نگران ظاهرش نبودم، با اینکه حتی یه بارم ندیدمش. اما اون مردیه که زندگیشو گذاشته برای نجات مردم. این آدم باید خیلی شریک باشه. وقتی یکی چنین خصیصه‌ای داره که مهم نیست چه شکلی باشه. آدمایی مثل هموسو آدمای خطرناکی هن. اصلا نباید اونو ملاقات کنیم، حتی اگه بهش علاقه داشته باشین. من فقط حرفشو زدم. اون به دختری مثل من نگاه هم نمیکنه. حالا بالاخره چیکار میکنین؟ درخواست منو انجام میدین؟ چی کار میکنید؟ دست من زخمیه. اومدید قربان؟ اتفاق خوبی افتاده که خوشحالی؟ فکر کنم به زودی یه خبر خوب میشنویم. خبر خوب؟ منظورت چیه؟ بگو دیگه. عجله نکنین، به زودی این خبر خوب رو میشنوین. مطمئنم خیلی خوشحال میشین. در مورد حمل سریعتر کالاهامون من میخوام فردا برم به قبیله گوانا. وسایل سفر آماده کنید. بله. قربان سوار نظام آهنین؟ کجا میری؟ خانوم من الان میرم اونجا به پدرم میگم قصد دارم با یه نفر ازدواج کنم. نه خانم لطفا صبر کنین. برو کنار. پدرتون شما رو مجازات میکنن. خواهش میکنم از این کار منصرف بشین. باشه خواهش میکنم. چه لجموسه؟ تو رو خدا نرین. شما باید حاکم هابک باشین، درسته؟ بله،
اینجا نیست. خانم این سربازا دیگه کی هست؟ اموسو یه زخم روی شونش داره. اگه حتی جسدشو به ما تحویل بدین پاداش بزرگی میگیریم، اما اگه اونو مخفی کنین مطمئن باشین هیچ کس زنده نمیمونه. ما اونا مخفی نمی کنیم و مطمئن باشین اگه چیز عجیبی دیدیم حتما به شما خبر میدیم. باید خودش باشه. بیا بریم. بریم. این مسئله به ما مربوط نمیشه. نگران نباشید و برگردید خونه هاتون. ولی هر کدوم از شما چیز عجیبی دیدین سریع به ما خبر بدید. در این صورت که اتفاقی برای ما نمیفته میتونین برید خونه هاتون. بله. تو دیگه چت شده؟ قربان مطلبی هست که باید بهتون بگم. چرا این مطلب رو زودتر بهم نگفتی؟ آخه فکر کردم بانو یوها بهش علاقه‌منده. معذرت میخوام. حالا هر آدم زخمی و غریبه‌ای که نمیتونه همونسو باشه. منم امیدوارم همینطور باشه. ولی اگه نبود چی؟ همین الان برو دستگیرش کن. همه چیز بعداً معلوم میشه. البته من به این موضوع فکر کردم. ولی اگه اون واقعا هموسو باشه تمام مردای ما هم جمع بشن حتی زخمیش هم نمیتونن بگیرن. و اگه اینجوری بذاریم فرار کنه و اون سربازا متوجه بشن همه چیزو نابود میکنن. خب حالا ما چی کار باید بکنیم؟ باید سریعتر به سوار نظام آهنین خبر بدیم. فقط در این صورتی که هیچ مسئولیتی متوجه ما نیست. حتی اگه از دست اونام فرار کنه مسئولیتش متوجه خودشونه، به ما ربطی نداره. همونسو در نظر این مردم یک قهرمانه. نه تنها کمکش نمی کنیم بلکه میخوایم با دستای خودمون تحویلش بدیم. چیکار کنیم؟ اگه سربازا بفهمن همه مردمو میکشن. چرا اینقدر هراسونین؟ شما هموسو هستین درسته؟ شما هموسو هستین؟ من نیستم. شما دارید اشتباه میکنید. پس زخم روی شونتون چیه؟ مگه نگفتین از رودخونه دونگا تا اینجا شناور بودین؟ شونه من با اصابت به صخره زخمی شده. جریان آب خیلی شدید بود. حالا به میگین چه خبره؟ سوار نظام آهنین اومده بودن اینجا، گفتن اگه هموسو رو مخفی کنیم هممونو میکشن. در ضمن اونا گفتن که ژنرال هموسو شونه چپش هم زخمی شده. تو یه لحظه برو بیرون. اسم شما چیه؟ اسمم لیون سنگ. از اینکه باعث ناراحتیتون شدم معذرت میخوام.
سوار نظام آهنین اومده بودن اینجا، گفتن اگه هموسو رو مخفی کنیم هممونو میکشن. شما دارین به چی فکر میکنین؟ نمیخواین بخوابین؟ امیدوار بودم اون مرد ژنرال هموسو باشه. این چه حرفیه؟ اگه اون مرد هموسو باشه ما مخفیش کرده باشیم، اون وقت اونا میان همه ما رو میکشن. با اینکه شنیدم اگه مخفیش کرده باشیم ما رو میکشن، با این حال وقتی داشتم به این سمت میدویدم آرزوم بود شخصی که نجاتش دادم ژنرال هموسو باشه. شما واقعا از اون مرد خوشتون اومده؟ شما چطوری میتونین اونو دوست داشته باشین؟ اون فقط یه مهاجر عجیبه. فکر کردین اگه پدرتون بفهمه چقدر ناراحت میشه؟ دیگه باید بخوابیم. من چرا اینطوری شدم؟ فقط از شما میخوام که انتقام خون پدرم و مردم بیگناه از اونا بگیرید. باید این کارو بکنید. باید این کارو بکنید. اینو به هم قول بدید. اون مرد هموسوه. درست از لحظه‌ای که اونو توی هیونتو دیدم منو گرفتار خودش کرد. شما نباید خانم یوها رو کنار خودتون داشته باشید. نگران نباش، خیلی وقته که فرستادمش قرارگاه کوهستانی داماد. چنانچه پس از شکست کشور هان کشور جدید هموسو تشکیل بشه، واضحه که رویای هموسو برای اتحاد دوباره کشور به واقعیت تبدیل میشه. بعد از اینکه در جنگ با کشور هان به پیروزی رسیدیم، تا هر زمانی که زنده باشم میخوام سرنوشتم با شما یکی بشه. اگرچه اسم تو به من نگفتی، ولی من اسممو بهت میگم. اسم من جمونگه.